جدید اولین قربانی خود در خارج از مرزهای چین را گرفت. مردی 44 ساله چینی اهل ووهان که به همراه همسرش هر دو به این ویروس مبتلا شده بودند، روز گذشته در بیمارستانی در مانیل جان باخت. تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا به 305 نفر رسید. اما از میان 14627 مبتلا، 345 نفر بهبود پیدا کردند. گسترش این ویروس وحشت جهانی رو به دنبال داشته و چینی‌ها رو در انزوایی بی سابقه قرار داده. در هنگ کنگ 1400 نفر سارس گرفته بودند که درمان شدند، ولی هنوز مشکلاتی دارند. این بار با کرونا نباید این اتفاق بیفته وگرنه یه فاجعه است. مسئولان چینی با تمام قوا در جنگ با بحران به وجود اومده هستند. ارتش چین هم به مقابله با بیماری برخاسته و با ساخت بیمارستان‌های مجهز در زمانی کوتاه به کمک دولت رفته. حالا علاوه بر اعلام وضعیت اضطراری توسط سازمان بهداشت جهانی، کشورها هر یک به نوبه خود اقدامات پیشگیرانه‌ای تدارک دیدند. از بستن مرزها به روی گردشگران و اتباع چین تا بازگرداندن شهروندان خود از شهر ووهان، مبدأ این ویروس کشنده. از جمله ترکیه با ارسال هواپیمای نظامی 42 نفر، آلمان 128 نفر، هند 324 نفر شهروند خود را از ووهان بازگرداندند. در راستای همین اقدامات پیشگیرانه، نخست وزیر نیوزیلند میگه کسانی که در 14 روز گذشته از کشور چین بازدید کردند نمیتونن وارد نیوزیلند بشن. با این وجود شیوع کرونا از ویروس سارس که در سال 2003 قربانی‌های بسیاری گرفته بسیار سریع‌تره. ویروس کرونا جدید دومین اقتصاد جهان رو هم به زانو درآورده. با اینکه ارزیابی اولیه خسارات اقتصادی ناشی از این ویروس فعلا غیر ممکنه، ولی تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی این کشور غیر قابل انکاره. تا جایی که اقتصاددانان حدود 62 میلیارد دلار ضرر به اقتصاد